میشناختیش مگه نه؟ حداقل اون تو رو میشناخت. بعد یه چیز کوچیکی حس کردی. باید به اون احساس کوچیک توجه میکردی، اما از دوستات فقط من موندم. خودت هم خیلی بین بچه هم محبوب نیستی. احتمالا خیلی چیز از وقتی که رفتی عوض شده، درسته؟ هنوزم باید موجم بگیری، درسته؟ و چیز زیادی عوض نشده. بهتون اطمینان میدم که 24 ساعته و 7 روز هفته این پرونده و پرونده های مشابه رو با تمام قوا حل میکنیم. طرف این کوسس اگه وایسه مرده میخواد تو حرکت باشه، احتمالاً ماشین خوبی هم داره، شاید 2 تا. انگار خیلی از ماشینم خوشتون اومده. آره اتفاقا. صندوقش چقدر جا داره؟ یه چیزی رو نفهمیدم. چطور کسی که پرونده ها رو بهتر از همه حل میکنه 15 سال کار کرده و ترفی نگرفته؟ شاید راه درست رو نرفتم. وقتی تو چشات نگاه میکنم چیزی که میبینم خوب نیست. همه جزئیات میدونستم، اما اون موقع 10 مایل تا محل قتل فاصله داشت. بگو چرا ها، بگو چرا. صندوقش چقدر جا داره؟